برادرای عزیز و گرامی، یک برای من چندین برادرها راستی میپرسند که حاجی بابا انا بسیاری از شبکه های هستند که شما سوال میتین، انا مقصد با مردم سوال و جواب میکنن، یعنی از نام شما جواب میگردونن. آیا مقصد همین تا چه اندازه حقیقت دارد؟ انا برادرها و خواهرای عزیز، شما میبینید که من چند مدت است که از همین شبکه نور تیوی با شما سوال و جواب دارم و سوال و جواب من فقط از همین شبکه است، از همین نور تیوی است که ما در یوتیوب این صفحه را کشیدگیم. انا ولی من یک بار دیگه مراجعت کرده بودم که خلاص در همون هر برآمدایی که باشد برادرها کوشش کنین که مثال صورت میگذارین و یک نام را میگذارین ولی در اونجا به من یگان ربطی نداره. برای همین انا وقتی سوال و جواب میکنین، مایلش شما سوال جوابم کردین، من حقی من کردن شما ندارم، لیکن از نام من سوال و جواب نکنین، زیرا که ممکن که او سوالی را که تو جواب میگردانی برادری عزیز، شاید که همون جواب تو بر جواب من موافق نباشه، یا شاید جوابی که تو میتی ممکن تو یگان در جوابت با یگان مقصد داری، یگان غرض داری. از این لحاظ برادرای عزیز و گرامی، از نام من سوال جواب نکنی. من سوال جواب فقط در همین صفحه است، در همین شبکه نور تیوی است. کسی که میخواه که سوالهاش جواب بگیره از همین طریق مراجعت کنین، انشالله من به سوالهاتون جواب میگردانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.